پرونده جنایت ناموسی در اسلامشهر. مردی که به رفت و آمدای وقت و بی وقت زنش مشکوک شده بود، با شنیدن صدای یه مرد غریبه پشت تلفن شکش به یقین تبدیل میشه و بقیه ماجرا. تا پایان با ما همراه باشید. شک عین خوره افتاده بود به جونش. دم به دقیقه بهش زنگ میزد، اما هر بار ریجکت میکرد یا یواش میگفت سر کارم. بهش گفت از خودت عکس بگیر و بفرست یا تماس تصویری بگیر، اما در جواب فقط یک کلمه میشنید: بس کن بهروز، داری آبرومو میبری. بهروز میخواست باور کنه، اما ته دلش نمیذاشت و توی آخرین تماسی که با نسترن گرفت چیزی رو شنید که مطمئن شد زنش دروغ میگه. اگه سر کار بود چرا انقدر نفس میزد؟ اگه سر کار بود چرا انقدر آروم حرف میزد؟ از همه مهمتر بهروز صدایی رو شنید که براش آشنا بود. خودشو به خونه رسوند. اشتباه نمی‌کرد، نسترن خونه بود. اما با دیدن بهروز ترسیده بود و رنگش عین گچ دیوار سفید شده بود. شروع کرد به دروغ بافتن. بهروز، به خدا سر کار بودم، یه دفعه حالم بد شد. سرم گیج رفت، واسه همین برام ماشین گرفتن و فرستادنم خونه. اما بهروز چیزی نمیشنید. اون دنبال کسی میگشت که صدای نفساشو توی گوشی موبایل شنیده بود. پرونده این جنایت هولناک زمستان 1400 باز شد. هم قاتل معلوم بود، هم مقتول و هم کسی که آتیش این جنایت رو روشن کرده بود. جنازه یه مرد شیک پوش حدوداً 40 ساله توی حموم خونه‌ای وسط اسلامشهر پیدا شد. مقتول رئیس یه شرکت تجاری حوالی جاده مخصوص کرج بود و جنازش هم توی حموم خونه‌ای پیدا شد که معلوم بود مخفیانه وارد اون خونه شده و به دست صاحب خونه به قتل رسیده. تو آخرین روزهای بهمن 1400 بود که یه مرد جوان با مرکز فوریت‌های پلیسی تماس گرفت و خبر از یه جنایت هولناک توی خونه باجناقش داد. باجناق 35 سالش به نام بهروز دست به چاقو برده بود و با ضربات پرتکرار مردی 40 ساله که وارد حریم خونش شده بود و به قتل رسونده بود. بعد از وقوع قتل زن بهروز از ترس توی اتاق خواب خودش رو حبس میکنه و باجناق بهروز هم با پلیس تماس میگیره. اما این مرد غریبه کی بود و توی خونه بهروز چیکار میکرد؟ بعد از ورود پلیس به محل حادثه، پای آمبولانس هم به اون خونه باز شد و مرد چاقو خورده و زخمی رو به بیمارستان منتقل کرد. ولی شدت جراحات به قدری زیاد بود که مصدوم به بیمارستان نرسید و توی راه تموم کرد. با کشته شدن این مرد غریبه، پای پلیس جنایی هم به پرونده باز شد و تحقیقات برای شناسایی اون، علت حضورش توی اون خونه و از همه مهمتر پیدا کردن و بازداشت قاتل شروع شد. ولی خب پیدا کردن قاتل خیلی سخت نبود. باجناق بهروز که پلیس رو خبر کرده بود ریز به ریز ماجرا رو اینطور شرح داد. ساعت حدودای 2 بعد از ظهر بود که بهروز بهم زنگ زد و گفت که آب دستت زمین بذار و خودتو برسون خونه ما. نسترن رو روی تخت با یکی گرفتم. اول نمیفهمیدم بهروز چی میگه. مگه میشه؟ نسترن خواهر زنم بود و بعید بود یه همچین کاری بکنه. اما ظاهرا یه چیزی شده بود که بهروز اینو میگفت. اون قاطی کرده بود. همش میترسیدم یه کاری دستمون بده، یه بلایی سر خودش و زنش بیاره. فقط سعی کردم آرومش کنم. ازش خواستم هیچ کاری نکنه و حتی ازش خواهش کردم از خونه بره بیرون تا خودمو برسونم، اما به حرفم گوش نکرد. اونی که با زنش خوابیده بود و پیدا کرد و با چاقو به جونش افتاد. بعدم رفته سراغ نسترن که نسترن خودش رو توی اتاق حبس کرده بود و قبل اینکه بهروز بتونه در اتاقو باز کنه من رسیدم و جلوشو گرفتم. بعدم که با پلیس تماس گرفتم. مغزم دیگه کار نمیکنه و قفل کرده. مگه میشه یه همچین اتفاقی افتاده باشه؟ بهروز بچه خوبیه. توی همین اسلامشهر کتونی فروشی داره. نسترنم خواهر زنم و اونم دختر خوبیه. ما بیشتر وقتا با هم بودیم. حتی نسترن یه رفتار مشکوک هم نداشت. نمیدونم چرا این کارو کرده و چرا با یه مرد غریبه وارد رابطه شده. با این اظهارات بهروز به عنوان متهم اصلی به قتل تحت تعقیب قرار گرفت. اما قبل اینکه گیر بیفته خودش به کلانتری 11 اسلامشهر رفت و خودشو معرفی کرد. بعدم به اتهام قتل عمدی بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت. بهروز گفت وقتی وارد خونه شدم و فهمیدم ماجرا چیه دیوونه شدم. انقدر عصبانی بودم که توی لحظه تصمیم گرفتم هر دوشونو بکشم. هم زنم و همون نامردو. مامورای آگاهی با بررسی ریز تماس‌ها و پیامک‌های مقتول و نسترن فهمیدن که این دو نفر از 3 ماه قبل با هم در رابطه بودن.
به طوری که طی 3 روز قبل از جنایت بیشتر از 170 بار با هم تماس تصویری داشتن. به این ترتیب پلیس جنایی سراغ خانواده مقتول میره و در عین ناباوری مشخص شد که اونم متأهل بوده و زن و بچه داره. همسر مقتول در جریان تحقیقات گفت که شوهرم مهندس بود و وضع مالی خوبی هم داری. مشکل و اختلافی هم با همسرم نداشتم. تا اینکه چند وقت پیش متوجه شدم با یه زن جوان به نام نسترن رابطه پنهونی داره. نسترن مدام به شوهرم زنگ میزد و دست از سرش بر نمی داشت. با همسرم حرف زدم و منطقی ازش خواستم رابطه‌شو با این زن تموم کنه. تو همین گیرودار بودیم که پلیس اومد سراغم و گفت که شوهرم به دست شوهر همون زن به قتل رسیده. با تکمیل تحقیقات و بازسازی صحنه جرم، پرونده برای رسیدگی به شعبه 13 دادگاه 1 کیفری استان تهران فرستاده شد. در ابتدای این جلسه مادر مقتول درخواست قصاص رو مطرح کرد و بعد از اون متهم به جایگاه رفت و گفت که این دومین باری بود که نسترن به من خیانت میکرد. بار اولم کارمون به دادگاه کشید و توی دادگاه کیفری اسلامشهر نسترن به شلاق محکوم شد. من خیال میکردم تنبیه شده و به خاطر دخترم بخشیدمش، اما انگار براش درس عبرت نشد و دوباره به من خیانت کرد. بعد اون ماجرا مدتی زندگی عادی داشتیم تا اینکه چند هفته قبل این حادثه دوباره به رفتارهای نسترن مشکوک شدم. وقتی مخفیانه موبایلشو بررسی کردم متوجه شدم با شماره‌ای که به اسم یه زن ذخیره شده بود بارها تماس تصویری داشته. وقتی ازش درباره اون زن پرسیدم سرسری جواب داد و گفت که دوست تازه‌شه و اونو توی باشگاه با هم دوست شدن. روز قبل حادثه با نسترن تماس گرفتم که گفت سر کاره، اما دیوار به دیوار خونمون ساختمون سازی بود و من صداشو میشناختم. همون صدا رو توی گوشیم شنیدم و شک کردم، ولی چیزی نگفتم. فردای اون روز بازم با نسترن تماس گرفتم که اون بازم مدعی شد سر کاره، اما بازم هم صدای ساختمون سازی می اومد و هم صدای نفس زدن یه نفر دیگه. صدای نفس‌های یه نفر دیگه رو توی گوشی شنیدم و دیوونه شدم. همون موقع برگشتم خونه تا ببینم راست میگه یا نه. وقتی رسیدم دیدم که خونه است. تا منو دید رنگش پرید. شروع کردم به گشتن خونه که یه دفعه رفت توی حموم و در قفل کرد. همون موقع زنگ زدم به باجناقم بیاد و شاهد ماجرا باشه. از شدت عصبانیت در حمومو شکستم و یه مرد کت شلواری رو دیدم که توی حموم خونم قایم شده بود. بهش حمله کردم و با چاقو زدمش. یه دونم به نسترن زدم اما فرار کرد و رفت توی اتاق و در قفل کرد. بعد اینکه مرد افتاد کف حموم رفتم سراغ نسترن که اونم بکشم. اما قبل اینکه بتونم درو بشکنم باجناقم رسید و مانعم شد، وگرنه نسترن رو هم کشته بودم. الانم از کاری که کردم پشیمون و ناراحت نیستم. اگه آزاد بشم حتما نسترن رو هم میکشم. اما در آخر نوبت نسترن بود که از خودش دفاع کنه. نسترن منکر خیانت و رابطه با اون مرد غریبه نشد، اما ادعای عجیبی رو مطرح کرد. نسترن توی دادگاه گفت که بهروز مشکل زناشویی داره و از وقتی که با هم ازدواج کردیم تا حالا نتونستیم یه نزدیکی خوب با هم داشته باشیم. بهروز مشکل زود انزالی داره و هر بار که می‌خواستیم رابطه داشته باشیم هنوز چیزی رو شروع نکرده بودیم بهروز میگفت تموم شد. این مشکل بهروز عصبیم کرده بود و دیگه طاقت نداشتم. خب منم نیازایی دارم. خیلی ازش خواهش کردم که بریم دکتر و مشکلشو حل کنیم، اما زیر بار نمیرفت. تا اینکه ناخواسته من برای اینکه بتونم خودم رو ارضا کنم مجبور شدم برم سراغ مردای غریبه. در پایان دادگاه برای بهروز به جرم قتل عمدی حکم قصاص صادر کرد، اما حکم در دیوان عالی شکسته شد. بهروز حدود 2 سالیه که توی زندان و منتظر برگزاری دادگاهه. اما آخرین شنیده ها از این پرونده نشون میده که خانواده مقتول با گذشت 2 سال از وقوع قتل حاضر شدن در قبال گرفتن دیه رضایت بدن و به احتمال زیاد به دنبال برگزاری دادگاه دوم بهروز با پرداخت دیه آزاد میشه. ممنون که تا پایان همراه ما بودید. نظر شما راجع به این پرونده چیه؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت برای ما بنویسید و اگه به پرونده های جنایی ایرانی علاقه‌مند هستین بعد از لایک کردن این ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش اولین نفر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. اوقات به کامتون باشه تا دیداری بعد، بدرود.